امیدوارم که خوب و خوش باشین، تا به اینجا خسته نشده باشین و میریم سراغ ادامه نرم افزار فتوشاپ. همونطور که براتون تو جلسه گذشته توضیح دادم، وقتی که وارد نرم افزار فتوشاپ میشیم در ابتدا با یه همچین محیطی مواجه میشیم که در قسمت سمت چپمون دوتا آیتم داشتیم. این بار ما میخوایم یک پروژه جدید رو ایجاد کنیم. پس روی Create New من کلیک میکنم تا بتونم یک پروژه جدید رو به وجود بیارم. همونطور که میبینین در صفحه که براتون باز میشه توی قسمت سمت راستش یک سری اطلاعات رو داریم که ما میتونیم اون اطلاعات رو تنظیم کنیم بر حسب نوع پروژه‌ای که میخوایم ایجاد کنیم و بعدش شروع به کارمون رو انجام بدیم. در ابتدا شما میتونید براش یک اسم قرار بدیم که به عنوان مثال من حالا اسمش رو میذارم تست 1. در قسمت پایین ما عرض و ارتفاع رو داریم و همینطور اگر که دقت کنید نوشته سانتی متر، یعنی بر حسب سانتی متر ما این ابعاد رو میتونیم وارد کنیم. اگر که روش کلیک کنید چند تا آیتم مختلف داره: پیکسل، اینچ، سانتی متر، میلی متر، پوینت، پیکاس. ببینید بچه ها، همیشه اول از همه وقتی میخواین یه پروژه ای رو ایجاد کنید باید بدونید که اون پروژه رو میخواین کجا استفاده کنید. اگه قرار باشه که ما اون پروژه رو چاپش کنیم، یعنی بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم میخوایم ببریم چاپ رو روش انجام بدیم، بهتره که ابعادمون روی اینچ، سانتی متر یا میلی متر باشه. اما اگر که نه، پروژه‌ای رو که ایجاد میکنیم میخوایم برای فضاهای دیجیتال استفاده کنیم، مثلا پست ها، استوری اینستاگرام، یا حتی میخوایم تو برای کسی بفرستیم توی گوشیش نگاه کنه، یا حتی یعنی منظورم اینه که بخوایم در فضاهای مجازی ازش استفاده کنیم، چیزی نیستش که بخواد چاپ بشه، بهتر هستش که روی پیکسل قرارش بدیم. حالا به عنوان مثال من چون نمیخوام اینجا چاپ رو انجام بدم، ابعادم رو روی پیکسل تنظیم میکنم. بعد از اون به من میگه که عرض و ارتفاع رو انتخاب کن، که حالا من عرضم رو برای پروژه‌ای که میخوام انجام بدم به عنوان مثال یک پست اینستاگرامیه. ابعاد پست اینستاگرامی همونطور که میدونین 1080 در 1080 هستش، یعنی یک مربع استاندارد پست ابعادش 1080 پیکسل و دوباره 1080 هم ارتفاعش هستش. در ادامه حالا شما میتونید اورینتیشنتون، یعنی در واقع میشه گفت که اینکه عمودی یا افقی بودن عکستون رو انتخاب کنید. اما با توجه به اینکه خب من الان اینجا دوتا ابعادی که دادم یکسانه دیگه، میشه یک مربع، پس برام اورینتیشن هم خیلی مهم نیست، پس کاری باهاش ندارم، تغییری درش ایجاد نمیکنم. قسمت بعدی باز قسمت رزولوشن هستش. توی قسمت رزولوشن ما از 72 میتونیم انتخاب کنیم. توی وب اصلا مهم نیست، یعنی توی فضاهای مجازی هم تو که الان براتون توضیح دادم اگه قرار باشه که ما چاپی انجام ندیم اصلا برامون رزولوشن مهم نیست. شما هر عددی که اینجا بود بذارین باقی بمونه و تغییری نیاز نیستش که بدین. اما اگر که قرار باشه که چاپش انجام بشه، برای چاپ این کار رو دارین انجام میدین، باید رزولوشنتون مشخص باشه. حالا میتونه 72 باشه، میتونه 100 باشه، میتونه 300 باشه. این رزولوشن بر حسب کاری هستش که شما دارین انجام میدین. پس اینجا با توجه به اینکه براتون توضیح دادم دیگه ما داریم کار رو برای فضای مجازی انجام میدیم، نیازی نیستش که رزولوشنمون رو تغییرش بدیم. در قسمت بعدی کالر مود رو داریم که RGB کالر داریم، CMY کالر داریم، گری اسکیل داریم، بیت مپ داریم. یا عالمه ببینید 5 تا آیتم داره که اصلا این آیتم ها رو شاید هیچ آدمیزادی در کره زمین به جز استثناهای خاص از این آیتم ها استفاده نکنه. فقط 2 تا آیتمش برای ما مهمه، یه دونه RGB کالره، یه دونه CMY کالره. باز RGB کالر و CMY کالر فرقشون چیه؟ RGB کالر باز برای همون کارهای دیجیتاله، کارهایی که تو فضای مجازی، کارهایی که میخواین ارسال کنید برای کسی بدون چاپ، میزن روی RGB کالر. CMY کالر اما چیه؟ CMY کالر برای چاپه، یعنی اگه قرار باشه کاری که انجام میدین، پروژه‌ای که انجام میدین چاپ بشه، کالر مودش رو بهتره که بزن روی CMY کالر، وگرنه هیچ تفاوتی بین این دوتا نداره الا از لحاظ چاپ کردن و وضوح رنگ ها. پس چون باز میگم دیگه ما نمیخوایم کارمون رو چاپ کنیم، روی RGB کالر کارمون رو قرار میدیم. قسمت بعدی بک‌گراند کانتنت.
ببینید بچه ها، بک‌گراند کانتنت میتونید یه عالمه بک‌گراند مختلف و بعدا توی ادامه کارتون رنگش رو عوض کنید یا تغییر بدین. پس نیازی نیستش که اصلا بک‌گراند کانتنتتون رو اینجا بخواین روش کار خاصی رو انجام بدیم. پس باز با این گزینه کاری نداریم، روی کرییت کلیک میکنم و همونطور که دارین در تصویر بچه ها میبینین یک مربع 1080 در 1080 پیکسل رو برای من ایجاد کرد و من میتونم از اینجا پروژم رو انجام بدم. خب بچه ها، ما یاد گرفتیم تا اینجا که چجوری یه پروژه جدید رو به وجود بیاریم. حالا اگر که ما بخوایم که چند تا عکس رو وارد نرم افزار فتوشاپ کنیم و روش کار انجام بدیم، عکس‌ها رو چجوری وارد فتوشاپ کنیم؟ چند تا راه حل داره که حالا من 2-3 تاشو براتون میگم. یکی از اون راه حل‌ها اینه که وقتی وارد نرم افزار فتوشاپتون شدین، فایل رو انتخاب میکنیم، اوپن رو میزنیم و عکستون حالا هر جای سیستمتون که بود، به عنوان مثال من عکسام توی قسمت پیکچرم بوده، هر کدوم از عکس‌ها رو که میخواین انتخاب میکنیم، اوپن رو میزنیم و اون عکس رو براتون همونطور که میبینین باز میکنه و میتونین باهاش کارتون رو انجام بدیم. راه حل بعدی چیه؟ راه حل بعدی این هستش که اگر که شما صفحه کامپیوترتون رو کوچیک‌تر کنین، مثل اینجایی که من الان هستم، حالتتون هر جای کامپیوترتون که هستش فرق نمیکنه. به عنوان مثال الان اینجا من عکس این سیبه رو اول انتخاب میکنم، بعد با حرکت موسم درگش میکنم توی نرم افزار فتوشاپم و همونطور که میبینین به راحتی اینجا باز شد. راه حل سوم بچه‌ها چیه؟ راه حل سوم اینه که شما عکستون هر جای از کامپیوترتون که هستش دیگه، حالا خودتون بهتر میدونید که اون عکس کجا قرار گرفته، هر جای از کامپیوترتون که هستش، حالا مثل اینجا که من الان آوردم، یک کلیک راست روش میکنید، اوپن ویت رو انتخاب میکنید، ادوب فتوشاپ رو انتخاب میکنید تا اون عکس رو برای شما داخل نرم افزار فتوشاپ باز کنه. همونطور که میبینید عکس بعدی هم داخل نرم افزار فتوشاپ باز شد و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. پس این هم شد از طریق باز کردن عکس ها در نرم افزار فتوشاپ که 3 تا راه حل مختلفه. با هر راه حلی که شما راحت تر بودین میتونید عکستون رو داخل نرم افزار فتوشاپ باز کنید. امیدوارم که از این آموزش هم استفاده کافی رو کرده باشین. خدا نگهدارتون باشه.